زنا دین است، قرض است که اگر آن را از ناموس دیگران قرض گرفتی، حواست باشد که پرداخت اون قرض و ادای اون دین چه بسا از خانواده خودت باشد. حواست باشد. الجزاء من جنس العمل. وقتی انسان به ناموس دیگران دست درازی بکند، جزایش این است که به ناموس خودش هم دست درازی بشود. وقتی انسان ناموس دیگران را محترم نشمارد، حواست باشد که امکان دارد این رخ بدهد برای انسان. چون عرض کردم الجزاء من جنس العمل، جزا و پاداشگاهی از جنس عمل انسان است. ان الزنا دین فان اقرضته، زنا مثل دین است، مثل وامی است که انسان میگیرد یا به کسی میدهد. اگر آن را قرض گرفتی، قرض دادی یا قرض گرفتی از ناموس دیگران، کان الوفا من اهل بیتک فعلا، چه بسا ادای اون دین از اهل بیت خودت، از خانواده خودت، از ناموس خودت، از زن و دختر و خواهر خودت باشد. حواس انسان جمع باشد. اگر تحمل بی‌ناموسی دارد، بسم الله، نعوذ بالله، اگر انسان این تحمل را داشته باشد، انسان مؤمن که به ناموس دیگران دست درازی بکند و بعد خودش در معرض این تعرض قرار بگیرد، و این مسئله است که متاسفانه الان بنیان خانواده ها را دارد میلرزاند. نمونه های بسیار تکان دهنده و اخبار و آمار بسیار تکان دهنده ای دارد نقل می شود. چون مسئله پوشیده و پنهان است، چیزی نیست که انسان آن را لمس بکند به این راحتی. اما نمونه های بسیار حساس و تکان دهنده ای از قعر خانه ها دارد گزارش می شود، از خیانت زنان به همسرانشون، شوهرانشون، یا خیانت شوهران به همسرانشون. هر دو دارد رخ می دهد متاسفانه. و این چیزی که قطعا آرامش را از خانواده سلب می کند و اون خانواده را به جهنمی تبدیل می کند که هم زن و مرد در آن خاکستر خواهند شد، جزغاله خواهند شد و هم فرزندان در آنجا برباد خواهند رفت. خانواده دیگه جهنم خواهد شد، نه سکون و آرامش. و این ریشه بسیاری از مشکلات خانوادگی است که متاسفانه دارد رخ